شما گفتید من رئیسان شهر نویباد دستور دادم که آنها را با منزل تامین بکنید. تا امروز چند نفری آنها با منزل تامین شدند و در نقشه چند نفر است؟ عموما در این سمت چه کارها به انجام رسیده شده است؟ درست. این وظیفه اجرایی ما که در اینجا تاکید کرده شد از طرف ماجرای جمهوریت در ولایت سوخت جمهوری رشتی ما وظیفه اجرایی علیه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بودند، اداره ساختمان اساسی بودند، بنیادی خانه اجتماعی را آغاز کردیم و روزهای نزدیک با اشتراک مهمانان اولخط برای 45 نفر متخصصان ساحه معارف و تندرستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت حرکت گروه کردگی اون متخصصان ساحه تیبی که امروز برای مردم امروز خدمت رسانی کرده ایستادن جواب هستند و ما گفتیم امروز با دولت حکومت تربیت می‌کند امروز برای خانه‌های زمانی که باید تامین بشوند ساحه معارف هم میشه با حرکت در روزهای نزدیک ما تامین بکنیم و آینده از طریق مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت قریب برای 1000 نفر ما لایحه کردیم هر سال ما تامین بکنیم. شهر و لایحه‌های هم آغاز کردیم لیکن به شما هر یک شهر لایحه ما به من معلومات دادن 4-5 نفری حرکت آغاز کردیم. 2-3 نفر کارمندان از ساحه معارف تندرستی تامین کرده ایستادن و زمین‌ها جدا شدگی هم شهر خوجندمایی روبرو و فروغ پنجکین اش استادر کالیبردام دیگر شهر لایحه‌ها از طریق شورای شهرسازی ملت تصویب شد. اینا ما البته ما ادامه میدیم. ما برای هوسمندگویی کمک امروز با تمام امکانات‌ها را استفاده کننده ایستادیم که آن کارهای بهتری در ساحه معارف و تندرستی و دیگر ساحه‌ها نه تنها ساحه تندرستی فرهنگ امروز ساحه‌های امروز خدمت دولتی دیگر ساحه‌ها هستند ما تامین می‌کنیم. البته ما آغاز کردیم ما برای همین موبایل 2-3 هفته ما با شما خودتون اشتراک دادیم.